خواجه یک جای عبید میکنیم یک کافه کارش میشم. هیچ کس نگفته. اول رفته کارای من میکنی بعد عبید کردن میگیری. خب خواجه. ما با جارو برو در وقت شما جارو کسی میرفتیم نمورده. اینه کجا رفتی با؟ او چم روی کردن خاله جان؟ تو 24 ساعت در درونی خونه این چی در کارای تو در؟ تز من در کشیده تیم مدینه در روان میکنم. مال خاله. ای دختر پشور شوکی با همین تنبلیت کدام روز خونه و چت روی میکنم. دیگه من در اون خونه زندگی نمیکنم. چه کردی بچه جان؟ سخت عذابو میتن یک روز خوش ندارم. در کسی رو مکو که درت رو میکنه. خودم تلفن دستی شما خطی در یک مدت 15000 تومانی کار کرده سر شما باشین ویدیو بیهوده تماشا کردن میگردیم. بعد خطی خواهران مادران و پجانکو میرسونم که شرکت فابریک برای هر یک شما شرایط خوب کار فراهم آورده که شما در خانه‌هاتون نشسته توسط اینمو تلفن دستیتون میتونین کار فعالیتتون رو پیش برده. ماه به ماه 3000 تا 15000 تومان مبلغ پولی را به دست دارید. برای به کار قبول شدن شما در دیپلم لازم نیست، یگون جا نمیرین، یگون کسا پول نمیتین، زبان خارجی دونستن لازم نیست. فقط در رقم‌های بالای اکران دایرکتوری شرکت فابریک اپای ما اپای شمسی بانو در واتساپش اینامی رجوی ابراهیم می‌نویسین. اپای ما تمام نوزکی‌های کار نقطه به نقطه شما را یاد میتونم میفهمونه و شما را میتونه رنگ نمی اپاجان ما در آینده کار کنین پول به دست بیارین. اپایی که در کارخانه‌های دولتی کار میکنین 100% شما در فابریک میتونین کار کنین. دانشجو دخترکا شما را 100% میتونین که کار کنین. بعد یک چیز دوستان عزیز میگفتن همونم که کدامی که همین اپای ما دمی نویسه رجیستراسیون میکنه و در مدت 2 ماه تا 3 ماه یعنی که دایرکتور میشوه 20000 تومانی ای طرف شرکت فابریک یعنی که قدردانی کرده میشوه. همه کسا اپای ما دبن نویسین کار کنین. باور دارم که 2 ماه 3 ماه ان شاء الله که شما را دایرکتور میشین و نه 20000 تومان کار میگیرین در جون شین تو میزنین. الان دیگه السلام علیکم اپا جان، خوش اومدین. بسیار گرم نظر کلین. گیر پاکت برای دستم. کلین، پاکتای من را جابجا کردی؟ اپا جان کارم بسیار بود فراموش کردم. این لباسا میپرتم کار شما را بود میکنم. گوش کن، اول کاری من را باید بود کنی فهمیدی؟ کلین وظیفش خدمت کردن ای. مال اپا جان. ها چجا خواتیر نشین همشون قدیم خوش رو کم میزنن. ای دختر، ابی چی به حاضرم تیار نیست؟ 24 ساعت در دست تلفن ای. مالی اپا جان این حاضر تیار میکنم. در ترک زنگتون میزنم چه؟ بیا رحمت کنم کلی. رحمت اپا. سلامت باشید. چیکار کردی کلین؟ اپا جان امی آواز در بدی من زده است. یگم کار ای دستت نمیآید. رم کن نتیمه تازه کن. قدر امانی ای الله. تخمینه خواهرجان عیب نیست میکنه. خواهرجان همین فرزند یک مادر ای که یک بار خدا که در جای همیمون پگت رم شوهر کنی در خونه شوهر قدید قیسینگلات هم خیلی رفتار کنن چیکار میکنی؟ میفرات هم خیلی رفتار. ای اپا بیا گپ بیا نتیمه خود میدانم چیکار کنم. ای الله. هیچ وقت ای بالا پایان نگاه نکن. زندگی چند خفالت خواهرجان. ای الله. ای